ما اینا را عدد لباش حساب نمی‌کنیم. اینا بد اخلاقی اجتماعی حالا تحت تاثیر دوستان یا همسن سالان یا محیط قرار میگیره، میاد اینجا رو وحشت میکنه و نمیدونه که هر جا بخواد بره میتونه از چنگال قانون و نیروی فرار کنه و خاطر حرکتی انجام بده که ذهن مردم و امنیت مردم رو به مخاطره بندازه. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون چند شب پیش با سلاح غیر متعارف اینجا حضور پیدا کرده و ایجاد رو و وحشت برای مردم کرده بود که در دستور کار پلیس اطلاعات قرار گرفت. با دستور مقام قضایی فرصت مناسب اقدام به دستگیریش کردن و تحویل مقام قضایی شد و اینجا آوردیمش برای بازسازی صحنه و ابلاغ بشه برای بقیه. اینجا هم به همه کسانی که حالا ایشونو میبینن هشدار میدیم که نیروی انتظامی قاطعانه با اراذل اوباش با کسانی که بخوان با سلاح غیر متعارف بد اخلاقی سطح حوزه انجام بدن، سطح حوزه نیروی انتظامی قاطعانه با اینا برخورد میکنه. تعارف هم با کسی نداریم تو این بحث اراذل اوباش یا ناامنی که ایجاد میکنن. خط قرمز ما عرض کردم امنیت مردم و ما برای امنیت مردم جونمون میدیم.